یعنی روزه گرفتن که یکی از اعمال عبادی در اسلام محسوب میشه و انسان ها به خاطری که مثلا مقام معنویشون بلند بره و تزکیه نفس کنن، این در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن و امو دستوری که الله متعال برشان صادر کرده خب انجام میدن. اما بعضی از صحنه ها را در بین اجتماع انسان ها میبینه و تماشا میکنه که خیلی مایوس کننده است. مثلا طرف روزه گرفته اما در بین اجتماع وقتی با افراد همسایه ها مثلا یا همکارا اینا هم ردیفای خودشان برخورد میکنه، از لحاظ اخلاقی مثلا خیلی پایین میانه مسطح برخوردهایشان. خب مثلا در بین اجتماع شما میبینید در ماه مبارک رمضان جنگ بیشتر میشه، دعوا و اینا، قسمی که مثلا در یکی از این روزهای هفته ما شاهد ازی بودیم که چندین تن مثلا در بین بازار همراه یکی دیگهشون درگیر بودن. خب درست است مثلا ما روزه گرفتیم، اما خدای ناخواسته روزه گرفتن ما صدمه به دیگه همون کارهای نیکو و پسندیده ما وارد نکنه، مثلا اخلاق ما را ضعیف بکنه، رفتارهای اجتماعی ما را خراب بکنه. خب که این قابل قبول نیست. ما روزه بگیریم، در کناری که روزه میگیریم مثلا بر رفتارها و کردارهای پسندیده و نیک ما باید اضافه بشه، نه که روزه گرفتن سبب کم شدن اعمال نیک ما بشه در ماه مبارک رمضان.